سلام علیکم، برنامه دریچه بفرمایید. علیکم السلام. استاد فضلالله سلیمانی. سلیمانی هستم و صدای شما داره در استودیو پخش میشه. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ مهدی از کرمانشاه. مهدی جان از کرمانشاه، در خدمتتون هستم، بفرمایید. استاد تقریبا نمیدونم موضوع برنامه چیه، میخواستم آیاتی از کلام الله مجید رو تلاوت کنم، همینطور بخونم و ترجمهش رو بگم برای کسانی که شاید قیامت از یادشون رفته. مختصرا بفرمایید. بسم الله. کدوم آیات رو میخواید بخونید؟ کدوم آیات رو ترجمه میکنید؟ سوره معارج هست، همینطور مختصر میگم، شاید 1 دقیقه. بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجای شروع میشه که میگه فاصبر صبرا جمیلا، میگه صبر زیبایی رو انجام بده. اینهم یرونه بعیدا، مثلا در مورد قیامت صحبت میکنه که میگه اون رو دور میپندارن ولی ما اونو نزدیک میپنداریم. درباره آسمان و اینا هم صحبت میکنه که وضعیت آسمان چجوری و اینها. بعدش هم اون وقت میگه کسایی که بر خودشون نجات بدن حاضرن که همه افراد خانوادهشون رو فدا بکنن و قبیلهشون رو فدا بکنن که نجات پیدا بکنن و آنچه که در زمین هست و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، و در تمام زمین رو فدا بکنن برای اینکه نجات پیدا بکنن. ولی نمیشه. این رو میگم برای تمام بینندگان عزیز، از خدا بترسید و تقوای الهی رو پیشه کنید. قیامت نزدیکه و قیامت نزدیکه، نه قیامته دیگه، کسی که بمیره قیامته. بعدش هم توصیه میکنم که فردا روز جمعه سوره کهف و یادشون نره، مردم سنت‌های جمعه رو انجام بدن. هر کسی هم که این برنامه رو میشنوه برای ما دعا کنه. استاد فضلالله، ما خیلی شما رو دوست داریم، انتظار دعای خیر دارم. الله تعالی شما رو دوست داشته باشه. متشکرم از لطف شما. سلام برای شما. خدا حافظ. خدا نگهدار شما.